من نمیدونستم تو چجوری با پسر من داری زندگی میکنی، تو رو خدا منو حلال کن. غذا بی نمکه، غذا مزه نداره. بچه‌ها بودن بابا به خدا خوشمزه، نه شما حالیتون نمیشه، این غذا مشکل داره. تا اینکه یه بیماری گرفت دیگه نمیتونست غذا بخوره. رفتیم دکتر گفت ما یه همچین مورد رو تو 1000 تا یه نفر داریم، یه نفرم شمایی آقا. میفهمید واقعا این که وجدان آدم آگاه، قرآن فهمید آگاهه ولی بر خودش عذر میاره. گفت من هر کاری کردم که با یه خانومی ارتباط پیدا کنم تو نذاشتی، خدای تو نذاشت. هر کاری کردم که تو رو نابودت بکنم خودم نابود شدم. الان بعد از این همه سال خیلی خوشحالم با ایشون ازدواج کردم. شکر بابت داشتن این همسر و خانواده ایشونه. 20 خورده سال مادر شوهر، پدر شوهر، خانواده همسر من بد بودن. جوری بودش که وقتی میخواستم وارد میشدم یه کاری انجام میدادم به توهین رسمی میکردم. ولی بعد من به خودم گفتم خدای چیکار کنم اینا با من خوب بشن. یاد آیه قرآن افتادم که پیغمبر استغفار کن اونایی که میان پیش تو. تسبیح رو برمی داشتم وقتی یاد توهینای خانواده همسران به خصوص مادر شوهرم میافتادم، تسبیح رو برمی داشتم برایشون استغفار میکردم. یه اتفاقی تو زندگیمون افتاد، یه چند روزی مادر شوهرم مجبور شد بیاد خونه، من نبودم توی خونه. وقتی اومد دید شرایط خونه ما رو، یعنی اولین جمله‌ای که مادر شوهرم من گفت این بود منو حلال کن. یعنی خودشون هم فهمیدن پسرشون چه اخلاقی داره. گفت